نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و اعضایی که تصمیم گرفتن تحلیل تکنیکال رو آموزش ببینن. تبریک میگم خدمتتون. شما جزء معدود افرادی هستید که تصمیم گرفتید روی خودتون سرمایه گذاری کنید و دیگه نیازی نداشته باشید که برای تحلیل سهم خودتون از دیگران کمک بگیرید، بلکه شما میتونید با آموختن این علم به دیگران هم کمک کنید و بنده هم در خدمتتون هستم تا در این راه کمکتون کنم. اگر سوالی بود خدمتتون عرض کنم تا انشاءالله به یک تحلیلگر حرفه‌ای تبدیل بشید. خب میریم سراغ جلسه اول تحلیل تکنیکال و کلیت آن چیزی که شما قراره که آموزش ببینید. تحلیل تکنیکال چیه دوستان؟ تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی هم بهش میگن، تحلیلی هست که افراد تحلیلگر حرفه‌ای از طریق داده‌های گذشته، یعنی شما یک نموداری دارید که یه داده‌ای نسبت به گذشته شما دارید. این داده ها مبتنی بر دو اصله: یک قیمت گذشته و حال و مقایسه اونها، و دو محور زمان. شما با استفاده از این دو محور میایید بررسی میکنید. ما عرض کردیم در بورس چیست 1 و 2 که شما به دو صورت میتونید سهام مختلف در بازار رو بررسی کنید. یک تحلیل تکنیکال بود، دو تحلیل بنیادی. تحلیل بنیادی می اومد EPS یا PE یا سودآوری شرکت نسبت مواد اولیه به تولید، نسبت تولید به فروش و سودآوری شرکت در 6 ماه در سال رو بررسی میکرد و خب هم زمان بیشتری میبرد و هم اینکه تخصص بیشتری میخواست. ولی آقای چارلز داو سال تقریبا اواخر قرن 19 اومد نظریه یا مکتبی رو بنیان گذاری کرد که بعدها به عنوان تحلیل تکنیکال از اون یاد شد. ایشون اومد گفت مهم نیست که ما بدونیم چرا این قیمت ها افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده. دلیل اون رو که ما بدونیم آیا زلزله بوده، سیل بوده یا چه اتفاقی افتاده اصلا مهم نیست. مهم اینه که ما بدونیم در گذشته یک چنین اتفاقی افتاده، حالا یا صعود یا نزول، و با استفاده از اونها و علم ریاضیات بیایم و آینده اون سهم رو پیش بینی کنیم. تحلیل تکنیکال در واقع مقایسه قیمت فعلی با گذشته سهمه تا بتونه آینده اون رو پیش بینی کنه که آیا صعود خواهد کرد یا نزول پیدا خواهد کرد. مثال یکی از اساتید که من فراموش کردم، اساتید غربی که بر اساس نظریه الیوت تحلیل های خودش رو انجام میداد، میومد میگفت شاخص های مختلف در زمان های مختلف، اگر شما یک چنین، اجازه بدید من روی تصویر خدمتتون عرض کنم. ایشون معتقد بود، یعنی با بررسی که انجام داده بود، میگفت اگر شما فکر کنید که یک چنین روندی رو شما دارید که یک سری نزولها و یک سری صعودها داره که قله ها و دره های مختلفی رو میسازه، اگر شما نسبت زمانی هر قله رو با هم مقایسه کنید متوجه یک عدد خاص میشید بر اساس ریاضیات که میگفت از قله ابتدایی به قله دوم اگر فاصله سالی اون 10 سال باشه، یعنی اگر این 83 این باشه 93، فاصله قله دوم تا قله سوم باید 8 سال باشه، یعنی 93 به علاوه 8 سال باشه تا ما بدونیم قله بعدیمون در چه سالی خواهد بود که بتونیم مثال سهاممون رو بفروشیم و زیان نکنیم، در این اصلاح شرکت نکنیم. و بعد میگفت فاصله قله سوم تا قله چهارم
باید 9 سال باشه و این به ترتیب ادامه پیدا میکنه. دوباره میشه 10، دوباره میشه 8، 9. یعنی بین این اعداد 8، 9، 10 دیگه عدد 11 وجود نداره. این رو ثابت کرد با بررسی 72 سال گذشته شاخصهای داو جونز آمریکا، شاخص کالاهای مختلف. این رو متوجه شد که نمودارها، صعودها و نزولها از یک اعدادی پیروی میکنن. یا عقیده داشت که کفها، حالا ما بریم جلوتر در بحث امواج الیوت اینا رو خدمتتون عرض میکنیم، اعتقاد داشت کفها بین 18 سال، 16 سال و 20 سال نوسان میدن. یعنی فاصله هر کف نسبت به کف بعدی اگر 18 باشه، فاصله کف بعدی 20 میشه و فاصله کف بعدی 16 میشه و می اومدن از این اعداد استفاده میکردن و شما میدیدید برای پیشبینی آینده همون اتفاق میفته. یعنی بعد از 10 سال همون قله ثبت میشه و ریزش داریم. حالا شما میایید میبینید در همون قله یا در همون تاریخ یا زلزله میاد یا سیل میاد یا چه میدونم ترور میشه یا جنگی میشه. اون کار نداره که چرا اون قله به وجود اومده و بعدش نزول ما داشتیم. اون میاد فقط بر اساس ریاضیات و کائنات میگه در این سال قرار یک نزولی باشه یا در این سال قرار یک صعودی داشته باشیم. اتفاقات خودشون رو با اعداد ریاضی و با کائنات هماهنگ میکنن. اغلب دیدید که تحلیلگران مختلف میان تایمی رو، میان زمانی رو یا عددی رو مشخص میکنن و میگن در این تاریخ یا در این قیمت قرار اصلاح یا صعودی داشته باشیم. اون نمیاد دلیل اون اصلاح یا صعود رو به شما بگه، فقط میاد میگه که در این تاریخ قرار یک اتفاقی بیفته. اینا بر اساس ریاضیات و اعداد شگفت‌انگیز ایچیموکو یا فیبوناچی پیش بینی میشه که در آینده در مباحث بعد خدمتتون همه اینها رو عرض خواهیم کرد. پس تحلیلگران تکنیکال، کسانی که روی این نمودارها بررسی انجام میدهند، عقیده دارن که قیمت معرف همه اطلاعاته. همه چیز در نوسان قیمت خلاصه میشه. اگر مثال شما فکر کنید از سهام یه شرکتی خبر رانتی دارید و قرار سهم شرکت بره بالا و رشد کنه، نیازی نیست شما خبر رانتی داشته باشید یا بنیاد اون سهم رو بررسی کنید. کافیه شما روی نمودار بررسی کنید و ببینید که اتفاقات خاصی داره میفته. مثال اگر این سهم قرار باشه رشد کنه، افراد زیادی میان با حجم‌های سنگین، با پول سنگین وارد سهم میشن. خب شما با دیدن این حجم‌های سنگین و علائمی که داره که من خدمتتون عرض میکنم در جلسات آینده، متوجه میشید که خب یک خبریه، یک اتفاقی داره روی این سهم میفته و بدون اینکه شما بنیاد سهم رو وقت گذاشته باشید و بررسی کرده باشید متوجه میشید که اتفاقی قرار روی این سهم بیفته و مثال میاد در این قیمت ها وارد میشید و میتونید چند درصد سود بگیرید. مثال میتونید از همین نقطه تا این نقطه 150% سود بگیرید. پس هر اتفاقی که در بنیاد شرکت بیفته میاد روی تابلو خودشو نشون میده. چرا؟ چون گفتیم این قیمت ها یا این تابلو یا این نمودار دقیقاً به ما مانند یک چراغ راهنمایی ما رو راهنمایی میکنه که چه اتفاقی داره روی سهم انجام میشه. چون این نمودار به ما قیمت ها رو نمایش میده و زمان هم در این قیمت ها دخالت میکنه. خب ما میایم با انواع نمودارها حالا وارد تحلیل تکنیکال میخوایم بشیم و انواع نمودارها رو میخوایم یاد بگیریم. در کل خدمتتون عرض کنم تحلیل تکنیکال مبانی ساده‌ای داره، خیلی ساده، که فقط بر اساس نموداره. شما با خطوطی که روی نمودار ترسیم میکنید و اعداد گذشته رو با اعداد فعلی وقتی بررسی میکنید میتونید آینده سهم رو به خیلی راحت پیش بینی کنید. مثال اگر سهم شما در این قیمت باشه، میاید با بررسی هایی که بهتون آموزش میدیم میگید قیمت سهم قراره به این قیمت برسه، یعنی اینجا میشه هدف
و حد ضرر من هم مثال در این قیمته که اگر از این قیمت پایین تر اومد من میفروشم. شما میاید برای خودتون هدف و حد ضرر برای آینده خودتون ترسیم میکنید. خب انواع نمودارهایی که شما میتونید بررسی کنید چه چیزهایی هست؟ حالا من این ابزارهای مختلف که در نمودار رهاورد 365 هست و خدمتتون عرض میکنم، توضیح میدم. همین ابزار در نرم افزارهای دیگه مثل متا تریدر، داینامیک تریدر، موتیو ویو و غیره، همین ابزار